درود عزیزان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. یک موضوعی رو میخواستم با شما در میون بگذارم. این روزها خیلی به عنوان یک ایماندار، مهمتر از همه چیز، حالا این لقب‌های شبان و خادم و کشیش و این چیزا رو دنیا به ما میده، ولی لقب ایمانداری و فرزندی رو عیسی مسیح به ما میده و این هویت ماست و مهمترین بخش زندگی ما هست. به عنوان یک ایماندار میخواستم یک چیزی رو به شما بگم که چرا واقعا این روزها انقدر من از مسیحیت ایرانی دلزده هستم، خسته هستم و واقعا سعی میکنم کناره گیری کنم. ببینید، کلام خدا میگه همه شما اعضای بدن مسیح هستید، کلیسای خدا هستید و عیسی سر کلیساست. خب این یگانگی در بدن مسیح چطور خودش رو نشون میده؟ به وسیله اتحاد ما، به وسیله محبت ما نسبت به هم دیگه، به وسیله اینکه اگر غمی داریم غمخوار هم باشیم و اگر شادی داریم در شادی هم شریک باشیم طبق کلام خدا. ولی متاسفانه اصلا اینطور نیست، به خصوص در جامعه مسیحی ایرانی این روزها. یادم میاد تقریبا 5 سال پیش بود، تازه زمزمه های این که میخواستم خدمت شبانی رو بپذیرم و واردش بشم بود و یک سری جلسات خانگی ما داشتیم. اون موقع هنوز کلیسا به صورت رسمی برگزار نشده بود، یعنی شروع به کار نکرده بود. بعد توی این جلسات خانگی، یکی از اون جلسات من قصد داشتم که برای عزیزان عشای ربانی بگذارم، اما هنوز خودم عضو یک کلیسای دیگه بودم توی همین آنکارا، نمیخوام اسم بیارم و متاسفم که تنها چیزی که نمیشه اسم گذاشت به بعضی از این کلیساها، به بعضی از این ایمانداران، به بعضی از این شبانان و خادمین، یکی بودن در بدن مسیح هست. من رفتم پیش شبان محترم اون کلیسا، برادر عزیزی که حالا بازم نمیخوام اسمشو بیارم، و از ایشون تقاضا کردم که این جام‌های عشای ربانی رو یا چند تاشو به من بدن یا اینکه به من بگن که از کجا تهیه میکنن که منم برم از اونجا خریداری کنم. ایشون گفتن که شما باید برید با خواهر فلانی صحبت کنید، ایشون مسئول تدارکاتن. که من چقدر بدم میاد از این پاسکاریای توی کلیساها که مسیح اینطوری بود واقعا. اینا یعنی شما اسمشو میذارید فروتنی در مسیح؟ اینا پر از کلاس و تکبر و غرور این رفتارهای ما توی جامعه مسیحی، واقعا باعث تأسفه. خلاصه کاری نداریم، گفت باید برید سراغ خواهر فلانی، این قسمت مربوط به ایشون هست و من در کار ایشون دخالت نمیکنم. ما هم رفتیم و از خواهر فلانی که بازم نمیخوام اسمشو بیارم تقاضا کردم که لطفاً آدرس جایی که این جام‌های مخصوص عشای ربانی رو تهیه میکنن رو به من بده. و ایشون در کمال، خیلی راحت میتونم بگم، تأسف، واقعا متاسفم برای این قبیل ایماندارایی که اسم مسیح رو با خودشون یدک میکشن، هیچ شباهتی ندارن. کجا این بدن مسیحه؟ کجا این یگانگی؟ خلاصه ایشون گفتن که متاسفم، نه میتونم بهتون آدرس بدم و نه میتونم بهتون از این جام ها بدم. آیا قلب مسیح اینه؟ این خاطراتی که اخیراً هی میاد تو ذهنم خیلی حالمو بد میکنه
و هی میرم به حضور خدا و میگم خدایا واقعا من از طرف خودم از تو طلب بخشش میکنم. ما هیچ شباهتی به تو نداریم، ما دروغ میگیم، ما فقط اسم تو رو یدک میکشیم. این همه کلاس گذاشتن. چند وقت پیش عزیزان کره‌ای یه سری مراسم داشتن، از من کمک خواستن، با جان و دل براشون انجام دادم. اونا هم اتفاقا همین جام‌های عشای ربانی رو میخواستن و من با کمال میل در اختیارشون قرار دادم. گفتم مثلا لازم نیست برید تهیه کنید، من براتون فراهم میکنم. چی شد؟ اتفاقی افتاد؟ از شأن و منزلت و جایگاه شبانی من کم شد؟ یا چیز دیگه‌ای در من کاهش پیدا کرد؟ تا کی میخوایم دروغ بگیم؟ تا کی میخوایم به اسم مسیح هر آن چیزی که خودمون دلمون میخواد انجام بدیم؟ با غرور و تکبر با آدم ها رفتار کنیم و بعد در موعظه هامون اونا رو دعوت به محبت و فروتنی مسیح کنیم. ما همه یه مشت دروغگوییم عزیزان، ما همه یه مشت دروغگوییم. ما تا جایی با دیگران هستیم که منافعمون به خطر نیفته. ما تا جایی آدم ها رو تایید میکنیم که تاییدمون کنن. ما تا جایی با ایمانداران هستیم که با ما باشن، سیاهی لشکر ما باشن، مجیزگوی ما باشن. ما هیچ چیزیمون شبیه عیسی نیست. ما خودمون رو مسخره کردیم و فکر میکنیم که میتونیم خدا رو هم دور بزنیم و کلام خدا چه قشنگ میگه، خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نتوان کرد. خدا شاهد همه رفتارهای زشت ما هست. دعا میکنم که به خودمون بیایم، توبه کنیم و دست از این همه غرور و تکبر مسخرمون برداریم و الکی اسم مسیح رو خراب نکنیم. آمین.